روزه را میگیرید. این روزه را گرفتید ماه شریف بزرگ باید همه طرفه چی کنی، نه تنها که همین روزه بگیری یگون چی نخوری. ای غیبت ای این همین چیزای بیهوده تماشا کردن باید خودداری کنی. چی کار نمیکنم، فقط صبر میکنم دیگه هیچ. ما نقض چیز میکنیم خود صبور. هر روزه را برای خدا میگیریم میخوام. هر روزه فرض. در ماه رمضان اکثر ساکنان تاجیکستان روزه میگیرند. روزه‌داران در این ماه شریف از صبح صادق تا نماز شام از خوردن و آشامیدن پرهیز میکنند و به طاعت و عبادت رو میآورند. با وجود آنکه داشتن روزه در هوای گرم و نفسگیر کننده 16 ساعت ادامه میکند، اما روزه‌داران بدون شکایت تحمل گرفتن آن را دارند. رمضان سال گذشته به گرمترین و طولانی ترین روزهای سال راست آمد. امسال به گفته ساکنان هوا اندک سلقین است. روزه گرفتن برای بیماران دل و رگ‌های خونگرد قطعاً من نیست. اما هنگام فصل تابستان که حرارت هوا خیلی بلند است و تلفات مایعات خیلی زیاد است، میتواند یکی از عامل‌های اساسی سبب‌های هیپرکاگولیاسیا یعنی قوس‌شوی خون. از طرف دیگر روزه داشتن این یکی از عامل‌های اساسی کاهش وزن بدن و خلسترین یعنی که چربی خون پس‌شوی چربی خون می‌گردد. پزشکان برای روزه‌داران مشورت‌های خاص می‌دهند. نفرانی که از بیماری قلب رنج میبرند باید هنگام افطار آب زیاد بنوشند و روزانه زیر آفتاب نگردند. در صورت بیحالی به پزشکان مراجعت کنند. قربانای احرار و 5 پسرش را با خانواده هایشان در افطار انتظار است. به وقت کشادن روزه باید از استعمال غذاهای بریان شده و سیروغن خودداری کرد. خوردن میوه های تر و خشک و اینچنین سبزیجات منفعت زیاد دارند. بهتر است اگر محصولات برای دسترخوان افطار هر روز و به مقدار کم خریداری شود. میوه میخوریم، میوه همه تنه گرمای میگیرد، حلاکی مای میبرارد. بعد وای میخوریم، من کنفیت میخوریم، کنفیت و شیرینی سربا وای میکند، انرژی میتد و کسلرود میتید. انا شیرینی، بعد شیرینی وای میخوریم، غلوم میخوریم، دل و فایدهش دل و نقصتر. معمولا در ماه شریف رمضان نرخ‌های مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان بلند می شود. مسئولان حکومت شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تلاش دارند از بلندروی نرخ جلوگیری کنند. حتی برای تأمین بازارها با محصولات قرار مخصوص صادر شد. طول یک ماه رمضان سوداگران را از پرداخت اجاره پولی در بازار آزاد نمودند. ولی با این وجود قیمت مواد غذایی از 20 تا 30% افزایش یافته است. ما 12 نمود محصولات نیاز اولیه را با نرخ‌های دسترس در اساس شرطنامه‌هایی که شرطنامه‌های طرفین که با خواجگاه دهقانی با منطقه ولایت ختان، ناحیه تابع رسولی که و ولایت سوق بسته‌ایم، در اساس شرطنامه‌های بسته از استحصال کننده به میانرو امروز ما وارد بازار کرده شدیم. ماه رمضان امساله روز 25 ایون پایان می‌یابد. انتظار می‌رود طبق تصمیم شورای علما مسلمانان تاجیکستان نماز فطر را صبح روز دوشنبه 26 ایون برگزار کنند. در این روز مسلمانان لباس‌های نو به بر می‌کنند. بعد از نمازگزاری در منزلشان را برای مهمانان برای دعا و فاتحه باز می‌کنند.